بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم آقای حاجی. شما با این سوال ما جواب گویید. وقتی که آدم تولد می شود در تقدیر او نوشته می شود که او مسلمان می میرد یا کافر؟ التماس پرتر جواب گویید. دادر عزیز، من گفته بودم که خدا خواسته باشد بعد این قصه های چهاریارها من یک موعظه برای شما میکنم در اطراف تقدیر. این موضوع، این سوالی که هست وابسته به تقدیر است. این برادر عزیز ما سوال دادن که انسان وقتی به دنیا می آید آیا در تقدیر او مسلمان یا کافر نوشته شده است یا نشده است و دیگر سوال هایی که اطراف تقدیر می شود. بله برادر عزیز و گرامی، در مقدرات هر یک شخص خداوند کتابت کرده است که او از دنیا مسلمان می گذرد یا غیر مسلمان. این در مقدرات ما و شما هست. چگونه ای که در 4 ماهگی حدیثی از پیغمبری خدا هست که اونجا رزق ما، عمل ما، مهلت حیات ما و بدبخت و نیکبخت شدن ما کتابت می شود. از این خاطر هر کدام ما اگرچند که خاتمه ما نمی دانیم، گفتی حضرت مولوی جنون رحمت و مغفرت چون کند، مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. یعنی مسلمان مردن اعتباری دارد، مسلمان بودن در دنیا نی. ببینیم انسان ها از خاتمه شون بسیار می ترسیدند، بسیار از خاتمه می ترسیدند. خاتمه ما چگونه انجام می گرفته باشد. از خاتمه هیچ کدام ما و تو درک نداریم. نمیدانیم که ما و شما وقتی نزع جان، وقتی که رسول الله، وقتی که پیک رحمان حضرت عزرائیل به سراغ ما و شما می آید، آیا در حالت نزع جان ما چگونه جان تسلیم میکنیم؟ آیا شیطان ایمان ما را، ما ایمان ما را در شیطان میدهیم یا نمیدهیم؟ در عقیده میخوانیم که شیطان قدرت گرفتن ایمان ندارد مگر انسان خودش در دست شیطان میدهد. خدا پرده کند که خاتمه کار همه ما و شما بخیر شود. حتی رسول اکرم انما الاعمال بخواتمها میگوید همه وقت عمل اعتباری خاتمه را دارد. مولوی هم در اساس همین گفتند مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود همه اندوه و خوف خاتمه بود. این دوستای خدا همیشه گریه میکردند، زاره میکردند، شبخیزی ها میکردند، تقوا میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر که خاتمه شان خدا به خیر گرداند. لیکن خاتمه به کسی معلوم نیست، لیکن الله میداند. الله میداند که خاتمه ما به چی انجام مییابد. الله اینو میداند. از این خاطر دادر عزیز، بله در مقدرات هست انسان مسلمان میمیرد یا کافر میمیرد، فقط خدا میداند و خلاص. لیکن ما را خداوند در دنیا به عملهای کفر هیچ وقت دلالت نمیکند. هیچ وقت خداوند ما را در راه بد نمیبرد. این موضوع تقدیر انچه مشکل است، فهمیشش مشکل است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه ها اطراف تقدیر بحث و مناظره میکردند، حبیب خدا اونها را منع میساخت که شما در اطراف تقدیر بحث و مناظره نکنید، زیرا که عقل شما موضوع تقدیر قبول ندارد. سواد شما، علم شما به تقدیر الهی نمیرسد، پس شما گمراه میشوید. به این خاطر اینقدر فهمیم دادر عزیز،
مسلمان مردن یا کافر مردن فقط الله از ما و شما میداند، لیکن ما نمیدانیم. و در عملهای کفر دست زدن ما و شما این رضاگی خدا نیست. در بعض عملها انسان اختیار هم دارد. در بعض از عملها خدا ما را مجبور می سازد، در بعض عملها خدا ما را اختیار گذاشته است. من انشاءالله اینا را برای شما باز شرح وسیع می دهم وقتی که اگر موضوع تقدیر می آید. لیکن این قدردانی که بله خداوند بعضی از ما را کافر خلق کرد، بعضی از ما را مسلمان. لیکن همیشه ما و شما ترسان باشیم، بین امید و بین خوف ما و شما قرار گیریم. هم امید از خدا داشته باشیم، هم از الله ترسان باشیم. از این خاطر تقدیر در بله این کتابت شده است. السلام علیکم الله. یک سوال دارم. گوشت خام از حیوانهای حلال کردن، مثال گاو، گوسفند، بز را خام خوردن درست است یا نادرست؟ مثلا اگر حیوان زنده باشد و ما و شما یگان اعضای او را اگر بریده خوریم این حرام است. لیکن وقتی او را ذبح میکنن و گوشت او را خام خوردن، این طبیعت سالم قبول ندارد. اگر طبیعتی که سالم باشد، طبیعتی که درست باشد، گوشت حیوان خام خوردن این فقط عادت حیوان هاست. این انسان طبیعتش قبول ندارد. و این خاطر هیچ وقت شما دادرای عزیز به این عمل هم نزدیک نشوید. هست انسان هایی که حتی صفت میکنن که گوسفند که میکشتن خام دنبه همون فرو میبردن. این یگان صفت ندارد، این یگان خصلت خوب نیست، این یگان بزرگی و شرف نیست. از این خاطر خدا را شکر الله برای ما عقل داده است، برای ما دیگر نعمت‌های مثل دیگ و مثل روغن و دیگر نعمت‌هاش داده است. در همون پخته میکنیم میخوریم، تمام. خام نخوریم. السلام علیکم نام عزیز. اگر زنها موی سرشان را تراشند یا مثال مردها کم کنند، آیا در اسلام درست است یا نه؟ حرام است برادر عزیز. کسی که اگر موی سری زن یعنی کم کردن یا تراشیدن مثل مرد، این مشابهه به مردها می شود. وقتی مشابهه به مردها شد، یعنی وقتی که خودش مانند مردها کرد، حبیب خدا در حدیث صراحتا حرام گفته است و لعنت گفته است آن زنهایی را که خودشان به مردها مانند میکنند یا مردهایی که خودشان به زنها مانند میکنند. ولی امروز شما دنیای غرب تماشا کنید، مردها خودشان به زنها مانند میکنند یا زنها خودشان به مردها مانند. امروز که در جامعه های ما و شما هم شده است که زنهای ما و شما لباس های مردها را میپوشند، اینم مشابهه به مردها کردن است. از این خاطر تراشیدن موی سر، کم کردن موی سری زن اجازه نیست، اگر چنده که رخصت شوهرشان که باشد. اگر شوهرم اجازه دهد که موی سر تا کوتاه کن یا موی سر تا تراش، برای من همین معقول است، این حرام است، او باید اطاعت نکند. ما اطاعت خالق از اطاعت مخلوق همیشه باید مقدم دانیم. به این خاطر اجازه نیست. اگر یگان بیماری باشد، یگان درد باشد، میلش اجازت است. یگان ضرر و زیانی هست که برای همون زن همون موی سر گویم ضرر آورده ایستاده است یا بیمار شده است یا تراشیدنش ضروری است، میلش اسلام حرج ندارد، مشکلات ندارد. چی مقدارش در کار است گرفتن گیرد، لیکن به ضرورت اجازت نیست. السلام علیکم نامای عزیز. کبگی که در قفس دارم آزادش کنم خوب است یا فروشمش؟ بفروشش بهتر است. البته ضرر از فایده تو نمیفهمی. فروشش 4 سو می شود، باز در جانت استفادهش بر، یا ذبحش کش، مثال بکشش، گویم امین اصطلاح امروزتی، بخور در جان شیرینت، اینش هم فایده جانت است. یا میخریش یا بفروش، پولش استفاده بر. کشادش هم که کنی اختیار داری، او در اختیار آدم است، آدم در اختیار او نیست. خدا همه او را برای آدم آفریده است.
آدم در اختیار او نداده است. به این خاطر دادر عزیز اون کب در اختیار تو است. ذبحش میکنی، کشادش میکنی، میخریش، همش کاری تو. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، صحتی سری شما را از درگاه خداوند طلبگارم. از نام یک نفر مخلص دائمی شما سوالی دارم، خواهش میکنم هر چی باشد تیزتر جواب گویید. یک شناسم که او را با خوبی شما میشناسید، زندگیش را 4 سال شده است که 4 سال شده است اما فرزنددار نشدند که فرزند داد خداوند است. از همین سبب با یک فاحشه زن که صاحب 2 کودک است همخوابه شده است که او را حتی شوهرش جواب طلاق نداده است. نکاحش نامعلوم. از همان وقتی که با این زن همراه شده است از همه بیخبر، حتی نمازهایشان میخواند، میگوید که من هیچ کس ندارم. 1 ماه شده است که به خانه اشان نمی رود. پدر از فکر او به فشار خون گرفتار شده است. زنش باشد زن مؤمن و مسلمان، نمازهایش را ترک نمی کند، حتی راضی هست که هر دو را نکاح کند، هر دو را نگاه کند. از شما باز خواهش میکنم که در این باره روشنایی می انداختید که شاید از سخنهای شما از راههای بد برگردد و به خانه بیاید و این مخلصی دائمی شما می باشد. این زن با راه علم کشمیری بچه را از راه برآورده است. یگان طبابت دارد یا نه؟ آیا همین چیز وجود دارد؟ دعا کنید در حق این عائله. با احترام، مخلصی دائمی شما. این برادر کسی باشد گویا مخلصی همین مسجد ما و شما و ما او کس را خوب میشناسیم، نامش اگر چنده که ذکر نکردن و به خاطر 4 سال صاحب فرزند نشدن، این زنی خود ترک کرده است، دنبال یک زنی رفته است که اون زن حتی که تا حال از شوهرش طلاق نگرفته است و خاندان اولی خود ترک ساخته است و پی همون زنی که صاحب 2 فرزند است دنبال همون است. مقصد و یک نصیحت کنیم که باز رفته یا هر دینها را نگاه و بین کند یا با یک خلاصه بگوید. البته نصیحت ما هم همین است دادر عزیز، زنی 2 کودکدار گرفتن یا 3 کودکدار گرفتن این در اسلام جنایت نیست، در اسلام یگان گناه هم نیست. اگر کدام جوانی که زنی بیوه هم که گیرد، ولی بچه از زن ناگرفته اگر زنی بیوه هم که گیرد، این در اسلام گناه نیست برادر عزیز و گرامی. لیکن فقط زن گرفتن با طریق از روی دستورات شرعی باشد، یعنی مادامی که وی اگر شوهرش طلاق نداده باشد وی در نکاح او هست و همخوابه شدن این مرد با این یا نکاح کردن این گونه زن، این نکاح نیست و همخوابگیش زنا هست. و این خاطر دادر عزیز اگر آدم نمازخوان باشه کاری کن که عبادتات بیهوده نرود. از همه، از زنم، از فرزندم، از یار و رفیقم، از مال دنیا هم برای تو بهتر این است که پدر تو از تو راضی باشد. وقتی اگر صاحب 4 زنم که باشی، صاحب فرزندهای خوشرو هم که باشی، صاحب دستگاه و دکان هم که باشی، پدر و مادر از تو راضی نباشد، نه در دنیا برکت داری نه در آخرت. به این خاطر دادر عزیز از همه بهترین صورت برای تو این است که اول خبرگیری از پدرت کن. هر کاری که پدر و مادر برای تو دستور میدهد امر اونها را اجرا کن، این برای تو بهبودی میارد دادر عزیز. من تو که نمازخوان باشی و همیشه پایبند این مسجد باشی، من برای تو دیگر نصیحتی زیاد ندارم، زیرا شکر خدا که ما اطراف این مسئله خیلی صحبت‌های چند ساله داریم. اگر برای آدم با عقل گفته همون محمد صاحب ایرانی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم یک نکته بس است، لیکن آدم نفهمد اگر من تا آخر جمعه را نصیحت کنم مثل یک چراغ در پیش یک آدم نابینا گذاشتن است. و این خاطر برادر عزیز این زنی که طلاق نشده است ایرا ترک بساز، این زنی تو نیست، این مال دیگر کس است. کما تدین و تدان، فراموش نکن
حبیب خدا میگوید کدام دروازه را زدین دروازه زده میشود، کدام کسی را چگونه قرض میدهی همون که قرض منتظر شو. زن یک مرده که دیگر استفاده بردی حتمی زن تا استفاده میبرند. دختر یک آدم دست شقه دختر تا حتمی استفاده میبرند. و این خاطر الجزاء من جنس العمل است. هر جزا از جنس خود. زنا کردی زنا میکنند، دزدی کردی ما تا دزدی میکنند. و این خاطر دادر عزیز اصلاح شو، رو از پدر و مادرت عذرخواهی کن. با زن همون اولی که فرزند ندارد، حضرت عیسی فرزند نداشت، حضرت یحیی پیغمبر فرزند نداشت، این عیب نیست. مصلحت کن، میلش یک زنی که باز با نکاح حلال و تازه و مال یگان کس نباشه در نکاح درآ، مرحمت زندگی کردن بگیر. السلام علیکم داملای محترم. من یک مسلمان دختری معلومات دار می باشم که مرا با سبب سطر داشتنم در یگان مؤسسه دولتی انقدرش مکتب اجازت کار کردن نمی دهند. می دانم که دعوای بسیار فایده ندارد. پدر و مادر و اطرافیان به من برای این عملم پیوسته طعنه و ملامت می زنند. می خواهند که بی سطر به تعلیمگاه روم، لیکن من این را قبول ندارم، چون که برای من اطاعت خالق بی همتا از اطاعت مخلوقش بالاتر است. در خانه نشستن هم برایم دشوار است، زیرا که من علم عالی دارم. میخواهم که مهنت های کردم بی نتیجه ماند. از شما خواهش میکنم برای بهبودی من دعا کنید. خداوند این خواهر بازم توفیقش زیاده گرداند و فکر میکنم که از بی ستری و بی حیایی همون خانه در فرزنداشان تعلیم دهد، این از همه بالاست. میلش معلومات عالی داشتنت، خدا خیر دهد. علم داشتی، سواد داشتی که به این فهم این سخن رفتی. و الا بی علم و بی سواد میشدی، هر کس را اگر امر میکرد پرتو روی مالتا مقصد پی دنیا را گیر میپرتافتیش میرفتی. لیکن خدا که توفیق و هدایت دادت، انشاءالله اون فرزنداتم تعلیم کن، خودش وای مکتب است، بهترین مکتب است. لیکن هیچ وقت راه ندهین، هیچ وقت لباستان گم نکنید. کوشش کنیم ما و شما. ما الحمدلله مسلمانیم، دعوای اسلام داریم. این فرمان الله هست، فرمان حبیب اوست. برادر عزیز و گرامی، اگرچند خیلی موضوع وزنی هست برای گوش کردن بعض شخصیت های بیرون از مسجد ما و شما، مشکل است برای اونها گوش کردن درباره وقتی که یک داملا درباره سطر اگر صحبت کنه یا درباره رویمال انداختن صحبت کنه، حالان که این سر به سر به فایده همین جامعه ما و شماست، به فایده دین ما و شماست. این یگان زلال زیانی ندارد. ما کوشش میکنیم میلش اگرچنده که اونها هم کوشش کنن که اینها باید که بی سطر و بی حیا باشند، ما نیز کوشش کنیم که باید با سطر و با حیا باشند. این مبارزه است، این مقابلیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، خداوند شما را نگهبان باشد. من از شما یک سوال را جواب میپرسم. من در صنف 8 بودم، در کوچه ما یک گروه آدمان روس زبان ها ما را درس میدادند. ما اول نمیدانستیم، آنها ما را از دین جدا میکردند، لیکن ما را یک موی سفید از این راه ناحق برگردانید. آنها ما را درباره حضرت عیسی یعنی خریستیانی و ما را هدیه میدادند، پوشاک میدادند و ما را گفتند که این چیزها حرام هستند. ما حاضر 5 پسر این کار را پرتافته و نماز میخواهیم. آیا ما مسلمان هستیم یا نه؟ الحمدلله شما که از این راه نادرست برگشتین و پایبند باز 5 وقت نماز که شدین، انشاءالله شما الحمدلله مسلمان هستید. لیکن اگر شما همون پایبند همون خریستیان هایی که امروز شما را به هدیه و به لباس و به گویم خوراک تأمین میکنن و شما پایبند اونها میشوین، لن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. خدا گفت بغیر دین اسلام هیچ دین از شما قبول ندارد. کسی در این دنیا زندگی دارد لیکن غیر دین اسلام دیگر دین پیرو می شود، خداوند گفت تو از جمله زیانکارها در روز قیامت هستی.
بغیر دین اسلام هیچ دین در نزد خدا هیچ قدر و شرف و قدر ندارد. یگانه دینی که خدا در قرآن میخواند این الدین عند الله الاسلام، یگانه دینی که در نزد خدا منزلت و شرف دارد این دین اسلام است. و این خاطر دادر اگر پایبند این میشدی شما گمراه بودین و از جمله زیانکارها و از جمله اهل دوزخیان در روز قیامت بودین. هیچ وقت دادرای عزیز پایبند نشوید. ما گذاشتیم از همون خوراک و لباسایی که یک موقت شما را تأمین میکنن و اونها امروز همون مرکزی گویم که ضعیف بودن ما و شما را فقط در خوراک یافتند. میدانن که بنده های خدا امروز تن پرور شدند، محتاج پول هستند، محتاج خوراک هستند، محتاج شرایط هستند. با این شما را گمراه میسازند پایبند دین خودشان و شما زود است که این دنیا را ترک میسازین در پیش خداوند از جمله زیانکارها میشوید. ما انشاءالله باید همه سختی ها را دادره از این تحمل داشته باشیم. همه سختی ها را، همه مشکلات هایی که داریم تحمل کنین دادره از، لیکن دین تا عوض نکنین. و خدا قسم به آبروترین ناکسترین انسان آن کسی هست که امروز دین اسلام ندارد. به این خاطر شما از جمله اونها نشوید. یک سوال از دهه توگرک آمده بوده است، 500 خواجگی که گفته از ما هیچ داملای نداریم که این سوال ها را جواب گویند، از شما می خواهیم. یکم گوسفندی که گوشش بریدگی باشد قربانی می شود یا نمی شود؟ اگر گوش گوسفند کلن بریدگی باشد نمی شود. از 3 حصهش باشد 2 حصهش هم نباشد نمی شود. 2 حصهش باشد 1 حصهش نباشد می شود. پدر دختر 5 ساله یا 7 ساله را می زند، مردم میگویند که وای ببخت می شود. درست است یا نه؟ نه ببخت می شود. این دروغ است. یعنی دخترهای 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله اگر به آدابی کردن، نافرمانی کردن، پدر و مادر حقوق دارد که اونها را آداب دهد، لیکن اونها ببخت نمی شود. بخت اونها در دست الله است. خواه بدبختش میکند، خواه نیکبختش میکند، این خدا میکند. زدن، آداب دادن پدر و مادر نمیکند. 3 طلاق اگر در دست پدر یا مادر یا یعنی یا خواهر داده شود طلاق میشود یا نه؟ طلاق فقط در دست شوهر است. در دست نه پدر است، نه مادر است، نه خواهر است، نه یعنی است، کسی نباشد. در مردم ما و شما عادت شده است وقتی یک جا سفرکی که شود بعد میگوید که من طلاق تو ایزن در دست یعنی پدرم است یا در دست مادرم است. مثلا یک همیخل همچون گویا که این یک احترام پدر و مادر باشد، لیکن هیچ وقت نه پدر نه مادر هیچ کس بغیر شوهر زن طلاق دادن نمیتواند. 4 ثبت شما را در کسیت گوش کردیم که شما اجازه دادین که قبرستانی که 40-45 سال میگذرد جایی از دست که بالای او خانه سازید. یک داملا از وحش آمد و 100 سال که گذرد مزار است. چیکار کنید؟ راستی بار من برای شما دلیل داملا نآورده بودم، نگفتم که فلان داملا میگوید. من برای شما دلیل آوردم که در کتاب خلاصة الفتوا در کتاب کراهیت آمد است که حواشیه او مجموعة الفتاوا هست. آمد است که 35-40 سال هر یک قبرستانی که از آخران مرده او میگذرد شما حقوق دارین که بالای اونها عمارت کنین. این فتوا از کتاب است. من برای شما داملا و بابای ایشان و بابای شیخ نگفتم. از این خاطر گوش کنید، کتاب شما را فتوا داده ایستاده است. گوش نمیکنید اختیار دارید. خب قرآن را مانده مال و گو را به تگش میگذرانند، ممکن است یا نه؟ این یگان معنی ندارد.
قرآن هم میگذارن به زیر قرآن گاو و چیزی که از مال اسباب انجام دارن به زیر اون میگذارن. چی معنی دارد؟ هیچ معنی ندارد. در روز جمعه قرآن خواندن درست است یا نه؟ ولی هر یک ساعت، هر یک روز قرآن خواندن درست است. برای قرآن خوانی وقتی معین نیست. خب التماس این همه سوال ها را در یک کسیت شما ثبت کنید. السلام علیکم داملای عزیز. من از یک داملا در دوشنبه شنیدم که اگر ریش نداشته باشی نکاح ما درست است. آیا این چه خیلی است؟ نه، نکاح درست است دادر عزیز. در حالت نکاح اگر شما ریش هم نداشته باشین نکاح کنین، نکاح شما درست است. یگان شرط نکاح در آمدگی نیست که انسان باید که ریش داشته باشد. و این خاطر در حالت بیریشی هم که اگر انسان نکاح کند نکاحش درست است. یک زمان موی سر هم میگفتند مثلا موی سر کسی که دارد نکاح او درست نیست. اگه این چیزهایی بود که گذشت رفت دیگر اینا را باید ما پینها نگردیم، زیرا حبیب خدا من کان له شعر فلیکرمه. کسی موی سر دارد موی سرش آزاد و تازه نگه دارد، موی سر داشتن گناه نیست. و این می گفتن که اگر موی سفیدی که در حالت موی سفیدی بیریش باشد نکاحش درست نمیشد، همین درست بود. این موی سفیدای ما از ریش ندارن، سال از 50 و 60 گذشته ریش ندارن. اما اینها را اگر فتوا برارن که نکاحش درست نمیشد، من جانب دارم. یکی یک بچه هست این حالی باز مقصد مکتب میخواند با یک اداره در کار میکند، یک عذر دارد آخر. لیکن برای موی سفیدا امروز مثال ببینید، موی سفیدا در پهلوات و نشستگی ریشا تراشیدگی هستند. حالا که زیب موی سفید ریش است، زیب موی سفید سله است، زیب موی سفید جامه است. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با همین سوال جواب گردونید. من پسر خودم را با رازگی پدرش به فرزند دادم. این کار کرده ما گناه است. کودک 1 ماه بود. التماس با سوال من جواب کرده. او اصلا با شما است. این سوال داده است که من سال یک پسری که 1 ماه بود با رضاگی شوهر همونا به یک آدمی به فرزند دادم. میداش مثال اگر تو طاقت داشته باشی، تو اگر به صبری نکنی، تو اگر غمی همون فرزند مثال تو را بی صبر نگرداند، او که ندارد مرحمت وای گرفت تربیه کردن میگیرد، یکان زلالی ندارد. فقط این قدر خبردار کردن در کار که همون بچه داند که عاقبت باز آمده یکان دختری تو را در نکاح خودش ندارد. همیشه خبردار کردن در کار که ولی بسیاری آدم ها میگن مخفی تربیه میکنن، نمیگوین که مثال تو فرزند فلانی هستی. لیکن آینده یکی اگر آمد و یک دختری همون اگر به نکاح خود درآورد، یا علاقه میدونین چقدر حرامی دارد، اکه خواهر در نکاح میدارد. و این خاطر همونش اگر همون سیرش خبر دهند، میلش در دست کسی نباشد تربیه کردن گیرد درست. فقط آدم مسلمان باشد، آدم بیدین ندهین. آدم بیدین وقتی که اگر فرزندی تو را گیری برده بیدینش میکند. فقط آدم مسلمان ندهین باکی ندارد. به نام خداوند بخشنده. السلام علیکم دامنا، من مدت 2 سال هست که بیمارم. هرچند بیمارخانه ها خواب کردم شفا نیافتم و من میگویند که در بدنت روغن خوک مالی و گوشت سگ خوری ساز میشوی. آیا این کارها روا هست؟ در آخر در حق من دعا کنید که من مریض هستم. خداوند شما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. ان الله لم یجعل شفاءکم. برای عزیز شما یقین دانید که اگر کدام طبیبی نباشد فرق ندارد، کدام طبیب کدام رتبه‌ای نداشته باشد، شما را اگر دلالت به خوردن چیزی حرام کند، بهترین طبیب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگوید خداوند شفای شما را در آن چیزی که حرام گردانید نگذاشته است. و این خاطر شما از مای حرام شفا نمی‌یابید. برادر عزیز
و این خاطر حلال کرده های خدا را استفاده برین. این شکر خدایی. ببین این طبابت خانه های ما و شما، طبیبای ما و شما چقدر پیشرفت دارند و این خاطر شما رفته در بیمارخانه ها طبابت کنید و به این چیزهای حرام هیچ وقت آواره نشوید که گناهکار میشوید. اجازت نیست برادر عزیز. فقط اجازه چه در کتاب های فتاوا میگوید که همه حلال های خدا را استفاده برید. اگر وقت شما شفا نیافتین، بعدا یک طبیبی که یقین داند که در همین استفاده همین مای حرام آدم شفا می‌یابد، همین حالت رخصت می‌دهند. همه را مباح می‌دانند، اینم حلال نمی‌گویند، مباح است می‌گویند. حتی امروز بعضی داروها هم هست برادر عزیز، میگویند که برای حل کردن داروهای وجود داشته است که در ترکیب او گوییم که از خون خوب و از روغن خوب انداخته شده بوده است و این خاطر همون داروها را استفاده نبرید. شما پرسید، شما مسئولین که همون داروهایی که میگیرین پرسید که در ترکیبش چی دارد. مثلا هیچ دارو به اسپیرت نمیشود، اسپیرت شما پروا نکنید، لیکن در مسئله گوشت خوب، روغن خوب یا از سگ یا از خرس، از چیزی که این درنده های حیوان باشد استفاده نبرید. السلام علیکم دامنای عزیز. در مسجد یک چند نفر حاضر شدند، یکی از آنها همگی از سوره فیل تا سوره ناس میداند و خلاص. این هم باشد به تجوید. آیا پیش در آمدن یعنی امام شدن این آدم ممکن است؟ اگر همین آدمی که از سوره فیل تا سوره ناس از یاد میداند و تجوید نمیداند، مثلا قرآن به ترتیبش خواندن نمیتواند و قومشان مثل خودش همین خیلی آدمی نادان هستند، بی سواد هستند. آدمی بی سواد و بی علم با آدمی بی سواد اقتدا کنه درست است. در حالت نماز شما درست نمی شود که اگر اونجا عالم باشد و باید پیش نگذارید. حاضر هست که مثال آدم عالم ای پس نماز خوندیسته، بی سواد پیش میگوید عالم ای پس نماز خوندیسته. اگر انا همین خیل باشد نمازتون درست نمی شود. لیکن اگر امام بی سواد باشد، قوم هم بی سواد و بی سواد اقتدا کردن یا درست می شود. لیکن عالم اهل فهم و بی سواد اقتدا کنه نمازش درست نمی شود. اینجا گروه بچه ها بیرون ده یک سوال دادن که تعجیلا جواب گوید. السلام علیکم دامنای شیرین سخن حاجی میرزا. من سخنم را زیاد نکرده یک چند سوال داریم. میخواهیم که با این سوال های ما در همین جمعه جواب دهید که ما با شهر روسیه میرویم که میداند که ما دیدار شما و صحبت های شما را میبینیم یا میشنویم یا نه. خدا شما را و قوم شما را نگهبان باشد. سوال: در حالت شرایط نبودن، در حالت جنابت بیرون خنک آب گرم نیست، چیکار کردن لازمه؟ اوکی ندارد. وقتی شما در حالت جنابت باشین، آبها خنک باشد، آب گرم نباشد و شما در همین خیلی ملک غریب کار میکنید، با تیمم نمازاتون خواندن گیرید. حتی اگر آب گرم نباشد، شما تا چند روزی که نباشد شرایط نیست، تیمم کردن نماز خواندن بگیر. آب خنک در شما زلال دارد، شما را بیمار میکند، برای شما خداوند تیمم گفتگی است. مثلا یک ضرب میزنین، تیمم شرطاش همین است، یعنی رسانیدن دستان در همون دیوالهایی که در همون خانه که هستین میرسانین. یک بار بالای رویتون محض میکشین، یک بار دیگه در همون میرسانین. دو دست تا آرنج خیلی که در آب شما میمالین دسته، همچنان میمالین هر دو دستانه، تمام شما علاقه صاحب طهارت هستین، از جنابت هم پاک شدین و صاحب طهارت هم هستین. نمازاتون خواندن گیرین. خب دوم، در روسیه نماز با جماعت خواندن را آدمی با سواد یعنی 3-4 سوره زیادتر از دیگر آدمان میداند. میگوید که من پیش نمیدرایم، یگان کسی دیگر پیش درآید. آدمی کمتر از او میدانستگی پیش درآید میشود. مثلا فرض دارد، من واضح باز گفتم، آدمی بی سواد اگر پیش درآمد و از پسش آدمایی باشد که خطاگی او را گرفتن گیرند، انمون آدما را نمازشان درست نمیشود.
لیکن کسی نفهمد که وی راست میخواند، دروغ میخواند، درست میخواند، نادرست میخواند، برای درست است. دیگر سوال، در حالت 1.5-2 سال در روسیه ایستادم، یگان زن را نکاح کرده گیری نمی شود که بسیار عذاب میکشید. اگر شما گوید که روزه گیر در این ملک غریب نمی شود، سلامتیت را بای میدهی، ببخشید ناملا یگان سخنی نادرست گفته باشم و در حق ما مخلصان دعا کنیم که به شهر دور می رویم. زن گرفتن از روسیه جایز است برای آدم مسلمان اگر زن کتابی باشد، زنی که با همون دین خودشان باوری دارند و در نکاح در آوردن درست است. بدر عزیز درست است و یگان گناهی ندارد. فقط امروز بدبختیش در همین است که از روی گفته هایی که در گوش ما میرسد، وقتی که شما زن روس میگیریم ما تحقیر نمیکنیم هیچ ملت. این تحقیر نیست، فقط در حیات دیدیم که میگوید از دست بچه ها پاسپورتاشون میگیرن، دیگر اونها را به سوی خانه آمدن نمیمانند. یعنی از این روز که تو شوهر من شدی دیگر تو پدر و مادر و اولاد اجداد فراموش کن. اگر این خیر باشد شما راضی میشوید برادر عزیز، هیچ وقت راضی نشوید. این بسیار بیناموسی هست، بسیار بدبختی هست. لیکن اگر غیر این، اگر کدام اونها راضی شوند با خبرگیری از پدر و مادری تو، با خبرگیری از اولاد و اجدادت، میلش دنگیر باقی ندارد. در روسیه قبله کدام طرف است و ما ساده کرده فهمونی اینو در همون جا میفهمیم برادر عزیز. اگر روین انشاءالله در روسیه هم مسجدهای زیاد، مسلمان ها در اونجا خیلی زیادند، اونجا هم خیلی آبادی است. و این خاطر شما در همون جا رفته پرسیم برای شما البته بیان میکنیم، لیکن ندانستیم همین یک طرف برای خود قبله گوین خواندن گیرید. وقتی هیچ شخص رو نگفتین که شما را قبله نشان دهد، همین یک طرف برای شما قبله است، خواندن گیرین درست می شود. لیکن در این بین پرسیدن گیرین. اگر نپرسین و خوانین نمازتان درست نمی شود. پرسین و اگر کسی نداند اما یک طرف برای خود اختیار کنید درست می شود. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، خدا شما را نگه دارد. از شما میپرسم، شما در یک جواب برادر و خواهر اسلامی گفته بدید که زن صالحه در دست مرد بیجاگر، عرقنوش، بنگی، زیناکار زندگی درست نمی شود، یا اینکه برعکس حال مرد صالح در دست زنی بیجاگر، پس چی می شود زندگی پیغمبران حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام که در خاندان اینها زن و پسری بیجاگر بودند، یا زن فرعون بابای آدم از خاک است، پس باز به خاک نجاست ها پاک کرده می شود، پس درست است یا نه؟ خب این سوال هاش بود است. سیوم، چای اول رو میگویند که چایکش خودش نوشد، یگان اساس دارد یا نه؟ یا که با دست چپ دادن چای اساس دارد یا نه؟ بله این اساس دارد. چای اول رو باید که آدم چایکش خودش نوشد، نه برعکس است. در حدیث خوندم که آدم چایکش آخران خودش می نوشد. هیچ وقت اولی چای خودش نمیگیرد. این در مردم ما عکس شده است. فقط یک دلیل دارد، اول خودش خورد که اگر ضررش نکند بعد مردم میتین. این قدر دلیل که این دلیل نمیشود. در حدیث رسول اکرم آمده است که تقسیم کننده باید بسیار عادل باشد. مثلا یک چاینک در اختیار تو است، 10 نفر چاینوش است، همچنان تقسیم کردن در کار که در همه اونها رسد. و این خاطر حبیب خدا گفتن اول چای به مردم تقسیم کن، آخر که گذاشت بعد خودت می نوشی. عکس شکنین این موافق حدیث است، این موافق ثوابش این است، خودتان اول ننوشید. و به دست راست دادن چای هم اساس دارد، به خاطر که هر یک کاری که با دست راست از جانب راست می شود این ثواب است. دیگر گفت است سپیرال ماندن در اسلام جایز است یا ناجایز؟ مثلا زنها برای
برای پیشگیری از فرزند میمانند یا برای پیشگیری بیماری. درست است اینا، اگر باشد که آدم خوف تربیه دارد. مثال میگوید که فرزندان زیاد شدن و دیگر تربیه کردن نمیتونند، از عهده تربیه اونها نمیبراید. و این خاطر اگر مثال برده زنها را در همون گوییم که طبابتخانه این گونه پیشگیری کنند، درست است، این یگان ضرر زیان ندارد. خب سوال دیگر که آدم از خاک است، باز به خاک خودشان پاکیزه میکنند، این درست است یا نه؟ درست است، این باکی ندارد. گرچند آدم از خاک هم که آفریده شده باشد و در یگان جای قرآن حدیث نآمده است که با خاک شما پاک میسازید، بلکه عکس این در قرآن آمده است که شما مثل در اطراف آیاتی که در فرض بودن تیمم آمده است که شما خودتان پاک سازید به خاک، این خاطر باکی ندارد. و دیگری که ما گفته باشیم که زنی صالحه در دست مرد بیجاگرد و زناکار و عرقنوش نادرست است، یا عکس این. برای چی برادر مثال آورده است؟ حضرت نوح، حضرت لوط. مثلا حضرت نوح زنی داشتن که خیانتکار بود، حضرت لوط هم در قرآن میگذارد که زن خیانتکار بود، بیجاگرد بود. یا زن فرعون بودین، قرآن حکایه میکنه که آسیه نام داشت، زن صالحه بود، لیکن فرعون خودش کافر و بدبخت بود. پس این چی معنا دارد؟ ما شاید که اگر گفته باشیم هم این از روی فقط تعلیم گفته که همیشه راحت از فرزندهاتون بینید، هیچ وقت شما در غم روبرو نشوید، در این گونه شخصیت ها دخترهاتون ندهید. اینو من به خاطر این گفتم. ولی اگر این گونه شخص ها هم ایمانی به خدا داشته باشند، شما دختراتون که دین هم نکاش درست میشود، زندگیش درست میشود، لیکن از او فرزندای خوب به دنیا نمی آید. او زندگی خوبی که تو میخواهی در زندگی او برپا نمیشود. این به خاطر گفتم من. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. ما یک گروه جوانان مخلصی دائمی شما از شهر دوشنبه با سوال ما امروز حتما جواب گویید. سوال: هنگام برگشتن حاجیان از خانه خدا هنگام پیشواز گرفتن گل دسته می دهند یا پایانداز می پرتایند، ممکن است یا نه؟ باکی ندارد. وقتی این حاجی ها که از سفر آمدن، ما با گل دسته پیشواز گرفتنی اونها یا برای اونها یگان پایانداز پرتاخته برای پیشوازی یک حرمت است، این زلال زیانی ندارد، یگان گناه هم نیست. وقتی که من نماز بامداد میخوانم در ساعت 6:15 رفیقان من میگوید که درست نیست، برای آن که من بر وقت به کار میروم. درست است، در 6:15 نماز بامداد تخوانی و از پای کار اگر داشته باشی درست است نماز بامداد. هنگام طهارت کردن یا نماز خواندن از بدنم کیر میبراید، خودم خجالت میشوم. نماز خواندم قبول است یا نه؟ قبول است، خدا شما را شفای کامل دهد. قبول است برادر، این درد است انشاءالله از وجود شما دور میشود. این درد حتی عباره های کتاب فقهی هم آمده است که اگر کیرم از پیش براید طهارتت باقی است، اگر کیرم از قفا براید طهارتت میشکند. به این خاطر اگر شما همیشه این در شما باشد، شما هر یک نماز طهارت کنید، نمازتون خواندن گیرید، نمازتون درست می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا. و همین سوال من جواب گویید. در قشلاق ما اگر کودک از آن دهد یا سوره گوید، زنها میگویند که این کودک سرخور است، یگان کس میمیرد. من میگویم که دروغ است، مرا باور نمیکند. کودکان با این فتواهایشون بی سواد از اسلام شدند و آنها فهمانید که فتاوا را دشمنان اسلام برای تعلیم نکردن کودکان برآوردند. خدا نگهبان شما باشد از ناحیه فرخار. مثلا ببینید در خانه ما شما وقتی نماز میخوانیم، کودکای ما و شما میاد در برابر ما و شما، کودک 2 ساله هست
یا از او کمتر است یا از او کمی بالاتر است، برابر ما و شما رکوع میکند و سجده کردن میگیرد. این به خدا خوشبختی است، این بسیار برکات است. به همین خاطر است که حبیب خدا گفتن که بعضی از نمازهاتون شما در خانه هاتون خوانید. به خاطر چی؟ به خاطر که اون فرزندت که میبیند تو خم و راست میشوی، یک روز نه یک روز میپرسد و تو در پیش کی رکوع میکنی، تو در پیش کی سجده میکنی، این عبادت تو داری، این کار تو میکنی چی معنی دارد؟ یک روز نه یک روز این فرزند تو را سوال میدهد، یا سوالم که نداد تو میفهمانی که این عملی که من دارم بچم این عبادت خداست که خدا در قرآن و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون گفته است، من عالم جن عالم انس آفریدم تا که مرا عبادت کنند. ما خالق داریم، بچم تو را هم خدا آفرید، مرم خدا آفرید، مادرتم خدا آفرید، باباتم خدا آفرید و باید ما عبادت کنیم. این بسیار نیکبختی دارد برادر عزیز. کوشش کنید که اونها همیشه در پهلوتان باشد، چه دختر بچه ها چه بچه ها. این نیکبختی میارد، بدبختی نمیارد. ولی این دشمنان اسلام میکنن که تا که کودکای ما و شما مثال عادت نکنند و در همین عبادت ها رو برو نشود. السلام علیکم حاجی محترم، ما یک گروه مخلصان شما به ما روشنی اندازید در یک سؤال. ما یک گروه رفیقان در نماز 5 وقته و جمعه اشتراک میکنیم. یک رفیقمان در جمعه در صف پیش نشسته با شما با دقت گوش میدهد، لیکن دعاهایی که شما در حالت با قوم میکنید و میگوید این بدعت است و دستش در همین سوال هایی که قبلا ما اینا را گفته بودیم، مثلا در مسجد می نشیند همراه قوم، لیکن وقتی که اگر یک جای دعا کنیم و دعا نمیکنند، میگه دعای دست جمعی بدعت است، یا در چهرهش دستش نمیمالد، میگه ممکن نیست. بیاید شما ما را گوش کنید، اونها را گوش نکنید برادر عزیز. هرچی اونا میگویند گفتن گیرن. شما اگر سوال بر من داده باشید، مراجعتی بر من دارید، از من میخواهید که فتوا گیری، من برای تو میگویم که دعای دست جمعی سنت است، شما دست جمعی دعا کنید، دستاتون در رویهاتون مالید، اینم سنت است. دعای دست جمعی برای دعای دست جمعیش همین است برادر عزیز که ما و شما یک جای وقتی دست میبرداریم دعا میکنیم، همین هم میگم بدعت. این بدعت نیست بلکه سنت است. به این خاطر حتی همین دین خودش بسیار یک معنی خوب دارد. دست جمعی، همین یک جمعیت، یک دست جمعی ما و شما چی فایده کلان دارد؟ همگی ما و شما وقتی که آمین میگیم، وقتی دعا میکنیم، من از بین به سوره بقره میرسیم. خدا در سوره بقره میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم. خداوند میگه ذکر کنید مرا ای بندگان من. شکل جمع استفاده میشود. اذکرکم، یاد میکنم شما را. شما همگی مرا یاد کنین، من شما را یاد میکنم. اینم دلالت به دعای دست جمعی دارد. یا ببین حدیثی والله اعلم مسلم است، لا یقعد قوم، ببینید لا یقعد قوم یذکرون الله عز و جل. حبیب خدا گفت وقتی قوم جمع میشوند و یک جای خدا را یاد میکنند، الا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیهم السکینه و ذکرهم الله فی من عنده. اینم حدیث صحیح است. والله اعلم یا مسلم از یا ترمذی روایت کرده است. حبیب خدا میگه وقتی قوم جمع میشوند و یک جای دست میبردارند و دعای به سوی خدا میکنند، این زمان ملائکه های رحمت شما را فرا میگیرند. رحمت الهی از بالای سر شما میریزد، در دلهای شما آرامش پیدا میشود و نام شما را خداوند در نزد ملائکه هاش میگیرند. اینجا قوم ذکر شده است. به این خاطر انشاءالله شما برادر عزیز دعا کنید. در روایتان مالیدن هم در سنن ترمذی آمده است. اگر چنده که سید ثابت خدا رحمتش کند در فقه السنه، در کتاب فقه السنه در باب دعا، این خیلی عالم برجسته است، خیلی آدم برجسته است، کتاب دارد. امروز عالم اسلام کتاب فقه السنه سید ثابت میخواند. اون کس میگوید که مالیدن در روی
اگرچند که از طرقهای ضعیف روایت شده است، لیکن با سبب آنکه زیاد روایت شده است این حدیث حکم حسن دارد. مقصد این حدیث حسن است، شما معامله کنید درست است با که ندارد. برای این دادر عزیز شما حق ندارید که هر چیزی را که از پیش خودتان بدعت گفتن گیرید. بدعت انسان به ضلالت میبرد، صاحب ضلالت در دوزخ است. پس شما کمتر فکر کنید که یک گروهی که خدا را دعا میکنند شما میگوید که شما در دوزخ هستید. اختلاف حاجت نیست دادر عزیز، پراکندگی حاجت نیست. ما شکر خدا امروز در پیش ما کتابی بسیار داریم دادر عزیز. هر چیزی که شما را آزار میدهد ما در مراجعت کنیم من برای شما با دلیل هایی که در کتاب ها هست. ولی کتاب های ما هم کتاب های همون هاست، کتاب های اونها هم کتاب های ماست. فقط فرق در همین شاید باشد که اکن چخیل از سالی آدم نو اگر یکی به یگان کتاب و یگان حدیث روبرو شود درا برای خودش نشان دادن بل هر چی که خواهد گفتن میگیرد. امروز بهترین رویه در تاجیکستان ما و شما دادر عزیز اولا دین اسلام و پیرو شدن از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. هیچ تفریقه و هیچ اختلاف انشاءالله بین ما و شما نمی شود. خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را. چی مبارزه های در راه اسلام بردند، چی جان فدایی های به خدا قسم در این دین مبین اسلام کردند. خب السلام علیکم داملا. با این سوال های من جواب میدادید. در منزل گاه حیوان چرانیدن یا که علف آن را استفاده بردن درست نیست در عزیز. یعنی کسی در منزلگاه حیوان، اونو در کتاب فتاوای خلاصه هم میگوید که شیر همونگاهی که از منزل میچرد شیرش حرام است، شیر و استفاده بردن حرام است. خب یا اینکه علف وی هم آورده استفاده بردن هم حرام است تا اگر خشک نشود. خشک شود بعدا آورده استفاده بردنش درست است. خب گوشت های بازار یا مغازین خوردن درست است یا نه؟ مخصوص گوشت مرغ اکرچکه درست است دادر عزیز. یعنی گوشت هایی که در بازار ما و شما فروخته می شوند حلال هستند، چه گوشت گوسفند باشد چه گوشت گاو باشد. الحمدلله همش فرزندان ما و شما هستند، همه اونها الحمدلله پایبند عبادت خدا هستند. و این اکرچکه هایی که هست اگرچه امروز بعض اختلاف ها و کشم و کشی ها هم اطرافش هست، این من به شما حواله میکنم که اگر شبهه داری اختیار ترک کن، لیکن شبهه نداری خوردن بگیر درست است، حتی اگر از رسی هم که آمده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی، چکلی که شما در حق تمام مردم مسلمان دعا میکنید، ما نیز در حق شما با درگاه خداوند متعال دعا میکنم که شما نیز سالم و بردم و علم شما زیاده باشد تا اینکه نصیحت های شما در زندگی رهنما و در جمهوری برای پیشرفت جامعه نوین ما یک تکانی بسیار پیشروند هست. خواهش من این که میخواهم همه یک جای دعا کنیم. اولا جمهوری ما آباد از فسادی ها تازه شود. دوم در حق تمام مسلمان های دنیا دعا کنید که توفیق اونها را خدا زیاد گرداند و همه ماها را نصیب فرزند صالح و مسلمانی حقیقی نصیب گرداند. سربلند باشه بکای حاجی. و یک مبلغ هم از ناحیه مبین آباد بود است برای آبادی مسجد روان کردن و گفتن که خود در حق جمهوری و آبادی و تینجی و تا از فسق و فسادها تازه شدن این جمهوری و برای فرزندای سالم و صالح دعا کنید. همیشه ما دعا میکنیم که خداوند در این جمهوری ما همیشه تینجی و آرامی حکم فرما باشد و خدا همه این اختلاف هایی که امروز در بین ما و شما از خدا دور سازد. خداوند هیچ گاه نگذارد که در بین ما و شما برای یک مسئله جزئی که امروز میبینیم مورد کشمکش میشود، خداوند آینده اینه به خیر گرداند. بسیاری برادرها امروز کمتر سراسیمه هستند یا نمیدونم به چی خاطر باشد بعضی مسئله جزئی که در این سوال ها هست. راستی بار به خدا من نمیخواهم، سوال های زیاد هست در باب چی آمین بلند،
چه در باب رفع یدین، چه در بالای سینه گذاشتن، من اینا را جواب نگردانده ایستادم. لیکن شکایت زیاد است. فقط همین قدر میگم دادرای عزیز، من در یگان حدیث ندیدم که آمین بلند ای آمین پس افضل باشد، ندیدم به خدا. نیست همین حدیثی که آمین بلند از آمین پس افضل نیست. همین حدیث یا آمین باشد که گوییم که یا حدیث باشد که تأکید آمده باشد که امتان من همیشه آمین بلند گویند، تأکید هم نآمده است. به این خاطر الحمدلله آنچه که داریم همچنان رفتن گیرید. شما عقیده هاتون از صحیح درست کنید، اخلاصی به خدا بندید، همگی کار و بارتون از خدا ببینید. از بعض همین شرکیات های و خرافات های وزنینی که من برای شما گفته بودم و آینده هم میگویم زنده باشم، اگر از امینا شما دست کشین، پشت گردانین، انشاءالله این مسئله جزئی هستن که شما تمام به اینا توجه نداشته باشین، قبول هم نداشته باشین، گناهگار نمیشین. دادر عزیز، به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم که حاجی میرزا، من از شما خواهش و التماس دارم با این سوال من در همین جمعه جواب گویید. سوم عشر زمین را در مسجد صرف کردن ممکن است یا نه؟ و از شما خواهش دارم در حق مادر ما دعای خیر کنید تا که وی نماز خوان شود. خدا این مادرم پایبند نماز و عبادت خدا گرداند. و لیکن زمین پول عشر زمین در مسجد ندادن بهتر است. در عزیز، شما اینو در آدمای همون محتاج و مسکین و اولاد اجدادهایی که دارین همون رو برده تسلیم کنین، این برای شما افضل و بهتر است. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. انشاءالله جواب این سوال هایی که من خیلی سراستی من یک قسمش جواب گفتم، یک قسمی دیگرش با در خانه هست برای شما. انشاءالله جمعه آینده اگر زنده و سلامت ما نمیگویم و جمعه آیندهش خدا خواسته باشد از تاریخ حیات حضرت علی برای شما صحبت میکنم. دعا کنید. یک برادر محمد سعید اینجا 20 سامان دادن که در حقشون دعا کنید خداوند هر آرزویی که دارد آرزوهاش خدای مهربان حاصل گرداند. از جنازه اکای محمود از خاریا یک مبلغ آمدن، خدای مهربان برادرم گرش پرنور و فرزنداش خدا توفیق و هدایت نصیب گرداند. در حق رستم جان، خدا رستم جانم قبرش پرنور گرداند و روضه از روضه های جنتش گرداند و صبر جمیل در دل پدر و مادرش خداوند مستحکم نگه دارد. برادر من زبردستم برای تعلیم علم سفر دارند، خدا این زبردست همراه پدرشونم وکیل امراه، خدا از کل آفت در حفظ امانش نگه داره و خداوند این سال تعلیمشان تعلیم خوب گرداند. در حق پدرم دعا کنید که خدا او را هدایت نماید. یک مبلغ دادن، خدای مهربان این پدری که این فرزند میخواهد هدایت یابد، خدایا هدایت کننده هم خودت هستی، گمراه کننده هم خودت هستی، خدای مهربان این پدر را هدایت بفرمایی. برادر قربان که یکی از برادرای ما گفتن در حق من دعا کنید که هم بیمار هستم و هم یک نیت در پیش دارم، خدای مهربان در بیماری این برادر ما قربانم شفای کامل نصیب گرداند و آن آرزو هوس هایی که در دل دارد خدای مهربان همه آرزو هوس هاشد خداوند حاصل گرداند. آمین یا رب العالمین. در حق کسانی که در صندوق خیر کردند در حقشون دعا کنید. برادرای عزیز، اما صندوق فراموش نکنید که اولی تا حال مسجد همون قرض نکنده است. خدا را شکر که یک قسم شد میده کندیست، این لیکن یک قسم مونده است. انشاءالله این بسیاری بسیار فیض دارد، برکات دارد. چیزی که از دستان می آید مرحمت همونجا خیر کنید. در حقتون انشاءالله باز دعا میکنیم خداوند همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. خب جنازه آوردن فرزند یکی پیوند بوده است، خداوند روحش شاد و قبرش پرنور کند. الحال جنازه ای که بعدی نماز میخوانیم. خواهر مرحوم حاجی زینالدین وفات یافته است، در حقش دعا کنید. بابا حاجی زینالدین هم خداوند رحمت و مغفرت کند و خواهر او هم که به نزدیکی از دنیا گذشتند، خداوند این خواهر بابا حاجی زینالدین هم رحمت و مغفرت گرداند. آمین یا رب العالمین.